در مهاجرت در یک خانه نماز رو جماعت میخونیم. شخصی که ناس میکشد قرائتش خوب است ولی دیگرها ناس نمیکشند اما قرائت خوب ندارند، در همین حالت چی باید کرد؟ یعنی امام دارن که قرائت خوب داره، ممکن خیلی آواز خوب داره یا تجوید خوب داره، لیکن انا علت عیب کمبودش همه که ناس میکشه و امام دارن که قرائت خوب نداره و لیکن ناس کش نیست. همین حالت هم مقصد چیکار کنیم؟ اگر همون آدمی که ناس نمیکشه و اگر چند قرائتش خوب هم نباشه لیکن تجویدش اگر رعایت شود، گپ در سر تجوید میرود، گپ در سر همین میرود که درست تلفظ کردن همون باشه وای پیش بدروید و ای پشتی ناسکش نماز نخونی. زیرا ناسکش های امروزه مقصد وقتی ناس میکشن بعضا با ناس کشیشون برادران طهارت هم نمیکنن، همون دهنشون چقه میکنن میان نماز خواندن میگیرن. برای همین احتیاط کردن تون یا تقوا کردن تون بهتره. این نماز برادر عزیز، این عبادت بسیار مهم است. برای همین شما در این مسئله بسیار احتیاط کنین. از پشت آدمی که همون تجویدش رعایت هم شود لیکن قرائتش اگر رنگ او زیبا آواز هم که نداشته باشد ولی تقوا دارد کو آواز زیبا هست لیکن تقوا نیست، برای همین از پشت ای بخونین این بهتره. و اینجا در من یک چند حدیثی را برای شما خوانم برای فهمیدنتون. حضرت عبدالله ابن عمر حدیث میارد از پیغمبرمون، میگد من اکل من هذه شجره یعنی الثوم فلا یقربن مسجدنا. حدیثی هم بخاری هم مسلمه. میگه اگر کدام از امتای من چیسناک بخوره بین مسجد ما در نزدیک نشه. این یک حدیث. خب حضرت انس میگه من اکل من هذه شجره فلا یقربن ولا یصلین معنا. این هم حدیث بخاری و مسلم. میگه حضرت انس گفت که پیغمبر اون کسی اگر چیسناک میخوره یا پیاز میخوره انا همراه ما نماز نخونه. حدیث دیگر امام مسلم میاره، میگه من اکل البصل و ثوم و الکراس فلا یقربن مسجدنا فان الملائکه تتعزى مما یتعزى منه بنی آدم. پیغمبرمون گفته است که اگر کسی چیسناک خورد، پیاز خورد و هر چیزی که بوی داره وقتی میخوره، گفته است پیغمبرمون که مسجد نیاید، همراه ما در مسجد نماز نخونه، زیرا ملائکه ها آزار میابند از آن چیزی که فرزند آدم آزار میابند. یعنی در پهلوی آدم بیست که اگر چیسناک خورده باشه، پیاز یا اون چیز بدبوی، ولی بعضی ها سیگارت میکشن تناشون بوی سیگارت کدگی، گفته است ملائکه آزار میابند چرا که فرزند آدم آزار میابند. برای همین از ایق ملائکه آزار میتی، ایق آدم ها را آزار میتی، برای مقصد از مسجد ما بیرون نماز بخوان. ولی در حدیث پایانگی برادران امام مسلم میارد از جناب عمر ابن خطاب، میگه از پیغمبر خطاب انه خطب یوم الجمعه فقال فی خطبتی ثم انکم ایها الناس. میگه وقتی حضرت عمر خطبه میخوان بعد گفت ای مردم، انا هرگاهی که شما از پیاز و از چیسناک خوردین، ولی ببینین لقد رأیت رسول الله اذا وجد ریحهما، میگه من دیدم که پیغمبر وقتی میدید کسی را که چیسناک، پیاز، هرچی بدبوی میخورد چی میگفت؟ من الرجل فی المسجد، از مردها در مسجد، امر بهی فاخرج الى البقیع، میگو برو بقیع و نزدیک مقصد مسجد بیرونش میکرد. بعد میگفت که فمن اکلهما
فلیومیتهما طبخا. اگر شما میخواین که همین ها را خورین، شما پخته بخورین. یعنی اینا حرام نیستن. چسناک حرام نیست، پیاز حرام نیست، شاید نیازبو باشه، شاید پودینه باشه، هر چیزی که بوی دارد اینا را میگه پخته بخورین. یعنی بپزین بعد بخورین، بوی همون دور میشه. مقصد من از این حدیث ها چی بود؟ وقتی یک چیزای حلالی که بوی دارن، پیامبر میگه در مسجد ما نیو نخوان، همراه ما نیو نخوان. ترا خلطه ناس در کیسه، سیگارت در کیسه، آخه با این اسباب انجامت کجا میره مسجد؟ کجا میره مسجد؟ پیامبر برای چی اینقدر ما را امر به مسواک کرده؟ او میگفت است مسواک بزنه، گفت است ناس بکش. آیا اگر از خوردن پیاز ملائکه آزار بیابد، ای بوی ناست آزار نمیابد؟ صوفی علیار در کتابش میگه کسی در برش ناس داره، نماز گردنش ساقط ایو، لیکن ثواب نداره. پیامبرمون در حدیث است کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود. برای گناهگار شدن پیش الله همین قدرش بس است که تو یک سومی تو برای ناس خریدن اگر صرف شود. برای برادرای عزیز و گرامی، باز بدبختیش در همیه که امام ها ناس میکشن. آخه امام باید یک آدم آلفته باشه، یک آدم تازه باشه. سخنش باید مؤثر میشود، مردم از او پیروی میکنند. تو میبروی خلطه ناس در پیش قوم میکشی، او قوم ایتو چی عبرت بگیرن؟ برای همین برادرای عزیز و گرامی، هیچگاه از پشت همی آدم ناسکش نماز نخوانید. سوال دیگر: بابا جان، ما از مومین آباد ولی جای کارمان در دوشنبه، در یک هفته 2 یا 3 روز در ناحیه امان میستیم، باز میرویم. در همین حالت ما نماز را قصر خوانیم یا با پرگی؟ نه، اینو وقتی که آمدین من درباره این پره بیان دو کردم در سوال جوابای پیشتر که مثال اگر نیت شما تا 15 روزه باشه شما مسافرین. اگر نیتاتون 15 زیاد باشه، آمدین در دوشنبه نمازاتون را پره خوانین اگر در اینجا خانه و زن نداشته باشین.